رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند اذا اصاب احدکم غم او کرب فلیقل الله الله ربی لا اشرک به شیئا. گفتن یکی از شما را هر وقت که یک غم و اندوه و یک سختی رسید، به یک سختی و مشقت گرفتار شدید، پس بگوید الله الله ربی، یعنی الله الله پروردگار من است، با اون یگان چیزی را شریک نمیارم. الله الله ربی لا اشرک به شیئا. انسان وقتی که این ذکر را بکند، یقینا امید است که الله اون را از این غم و درد و اندوه و مشقت میبرارد. بارک الله فیکم.